علیزحمت خوجگی‌های دهقانی نوحه دوستی در استحصال محصولات بروقتی تجربه بوی و غنی داشته. اما سال اولین شده بازارهای مملکت را با سبزیجات بروقتی از قبیل کرم، گلکرم، لبلبوی سرخ، بادرین، پومیدور، قلنفروی شیرین و پولزی بروقتی از قبیل هندلک تامین می‌نمایند. با مقصد افزون نمودن استحصال این نوع سبزیجات همه سالان میدان کشتی آن را وسیع نموده تا اینکه از دانه کشتنشان حاصل دلخواه خویش را به دست آورده سبد استعمالی مردم را با محصولات خودی تامین نمایند. شاورزان نوحه با مقصد افزون نمودن استحصال سبزیجات بروقتی با توصیه عالمان و متخصصان حوزه کشاورزی از نوع‌های تخمی سیرحاصل به اقلیم مطابق استفاده برده تا اینکه حاصل دلخواه خویش را به دست بیارند. بنابر اطلاع مسئول ریاست کشاورزی نوحه این سال در میدان 13946 هکتار کشتی اساسی زراعت‌های کشاورزی را عملی نمودند. با مقصد تامین نمودن اهالی با سبزیجات بروقتی در میدان 1281 هکتار کشتی سبزیجات را برآمده، از جمله 130 هکتار بادرین، 255 هکتار پومیدور، 470 هکتار پیاز، 260 هکتار سبزی، 130 هکتار لبلبوی سرخ و کرم و پولزی باشد. در میدان 900 هکتار کشت نموده 417 هکتار آن را هندلک بروقتی تشکیل می‌دهد. مشاهده نشان داد که علاقه خوجگیداران پاداش زحمت کشته خویش را جمع‌آوری نموده وارد بازارها نموده ایستاده‌اند. در واقع خوجگیداران نوحه در پرورش سبزیجات بروقتی تجربه زیاد دارند. در نوحه هر یک قطعه زمین ثمرانک و عاقلانه استفاده می شود. نتیجه دلگرمانه رو به زمین آوردن اهل زحمت نوحه است که همه ساله از یک زمین تا 2-3 حاصل به دست می‌آورند. جماعت شهرک 20 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان در نوحه دوستی یکی از جماعت‌های کلانترین محسوب یافته دارای 4222 هکتار زمین کارم آبی میباشد. خوجگیداران جماعت مذکور هر یک زمین و ثمرانک و عاقلانه استفاده بوده در نتیجه منت اهلانه حاصل دلخواه خویش را از کشت زراعت‌های کشاورزی به دست آورده ایستاده‌اند. زحمتکشان خوجگی‌های دهقانی در همین حدود جماعت در میدان 750 هکتار کشتی تکراری گذراندیم که ما در جای گندم، کارتوشکا، پیاز و دیگر زراعت‌هایی که ما در کشتی اساسی کشت نموده بودیم حاصلات آنها را گرفته ما کشتی تکراری گذراندیم. از آن جمله موش، لوبیاگی‌ها، مکه دون، چهارمغز زمینی و ما با کشتی تکراری سبزی و کشتی تکراری کارتوشکا تیاری دیده ایستادیم که در حالت وقتی معین شده ما کشتی همی تکراری مونه در وقتش گذرونیم. خوجگی‌های دهقانی و زحمتکشانی همین جماعت هر یک وجب زمین رو ثمرانک استفاده برده از هر یک زمین 2-3 حاصل گرفته ایستادند و کوشش میکنند که تا چهارم حاصل هم گیرند و برای ذخیره 2 ساله که برای پیش رفتن سطح زندگی. قابل قید است که کشاورزان جماعت شهرک 20 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان در کشت و پرورش چهارمغز زمینی تجربه بوی غنی داشته. اکثریت خوجگی‌ها بعد جمع‌آوری حاصل بروقتی کشت این نوع زراعت را برآمده عین حال نشونمایی خوب داشته. خوجگیداران به دادن غذا و نرم کردن بیخ نیالان مشغول می‌باشند. این سال انتظاری آنها دارند که قیاس به سال گذشته استحصال چهارمغز زمین را زیاد نمایند. اهل زحمت نوحه دوستی عزم بر آن دارند که دستور سپارش‌های پیشوای معظم ملت را سرمشق کار خود نموده حرکت زمین و ثمرانک و عاقلانه استفاده برده از یک زمین تا 2-3 حاصل به دست آورند. هدف اساسی کشاورزان نوحه این پیش از همه بلند برداشتن استحصال محصولات کشاورزی از جمله سبزیجات بروقتی برآمدن صادرات بیشتری آن به خارج کشور و سهم گذاشتن در تامین امنیت عضوقواری مملکت میباشد. خالمرود نیازی، غیور شاهی مردان، نمازعلی ارگش برای برنامه اخبار از ناحیه دوستی.